از یکم تا سوم فوریه سال جاری شورای جهانی هنرمندی با یکجایگی شورای ملی فرهنگ، صنعت و ادب در کتابخانه ملی کویت با همکاری جمعیتی از 102مین فورم جهانی هنرمندی را در شهر الکویت دولت کویت برگزار نمود. در فورم 9 محاکمه پنلی برگزار شد که در آنها هنرمندان حرفه‌ای، محققان، نمایندگان شهرهای جهانی هنرمندی و هنرمندان صاحب جهت بررسی نقش هنرمندی در اقتصاد ایجادی جمع آمده برآمد نمودند. باید ذکر کرد که از جمهوری تاجیکستان نیز هیئت هنرمندان شهر پنجکند که به تازگی همچون شهر جهانی هنرمندی برای سوزن‌ریزی از جانب شورای جهانی هنرمندی اعتراف کرده است شرکت ورزیدند. در دایره برگزاری فورم در آثارخانه ملی کویت بازار بین المللی هنرمندی نیز برگزار شد که سیاحان و ساکنان محلی از آن بازدید نمودند. بازار هنرمندی تقریبا 30 هنرمند محلی و بین المللی را از یک چند کشور جهان گردی هم آورده فضای را برای همکاری مستقیم و مبادله فرهنگی زمینه گذاشت. بنابر اطلاع مقصد از برگزاری فورم هنرمندی را همچون یکی از شکل عمیق‌تر ifade فرهنگ انسانی نشان دادند که همچون پل بین میراث زنده و اینواسیون معاصر خدمت میکند و همزمان نقش آن را در اقتصاد ایجادی و مکالمه فرهنگی جهانی میآموزد. حالا ساحه هنرمندی در سراسر جهان صدها میلیون جایهای کاری را با وجود آورده است که بسیاری از آنها زیر راهبری زنان قرار دارند و توسط سیستم استحصال کم تاثیر به اقلیم فعالیت میکنند.